شرقی آسیا با هم یه معاهده‌ای دارن که اون منطقه یه حالت منطقه آزاد تجاریه. خب این عرضه منطقه‌ای، ولی خب هم خود WTO الان اومده همه اینا رو پوشش داده، ولی همچنین کمیته وجود داره برای RTAs، یعنی معاهدات تجاری منطقه‌ای که هنوز هم با اینکه WTO هست ولی تشویق می‌کنه کشورها که این معاهدات منطقه‌ای رو انجام بدن، ببندن با هم و روش کار بکنن. خب روش دیگه‌اش سازمان‌های بین‌المللیه، همین کمیته‌ای که گفتن WTO CRTA راجع به این کمیته است که تشویق می‌کنه معاهدات منطقه‌ای رو. به خاطر اینکه منطقه اصولاً منطقه‌ها ریسورس‌هاشون تقریباً شبیه همه، سوابق تجاریشون، تاریخشون خیلی چون شبیه همه، خیلی با هم میتونن راحت‌تر کنار بیان و میتونن خیلی با هم بیشتر راه بیان تا اینکه مثلا فرض کنید عربستان سعودی با مثلا شیعی خیلی با هم همه چیشون فرق. بحث یه نوع دیگه‌اش که امروز بحثش رو می‌کنیم سازمان بین‌المللی WTO، ورلد بانک، IMF و روش آخر که خب شاید خیلی دیگه بحث جذابه امروز حرفمون هست که شاید خیلی براشون سوال باشه، بحث همکاریه که این همکاری به چه شکلی انجام میشه. همکاری روش‌های مختلفی داره. این نیستش که ما یه معاهده‌ای ببندیم، ما اینا میان و مذاکره میکنن فقط در حد اینکه نظراتشون به هم نزدیک کنن و اینا یا تحت یه جی‌های گروه‌های G20 G8 یا اینا تحت اینا انجام میشه یا تحت یه سری سازمان‌هایی مثل شورای اقتصادی اجتماعی UN که اونجا دقیقاً همینه، کار هماهنگی بین مسائل اقتصادی دنیا رو انجام میده. بخش کمک‌های دو جانبه چیز که هستش برای اگر اشتباه نکنم آمریکای جنوبیه، برای همکاری‌های بین اروپا، اتحادیه اروپا و OECD که این هم یک سازمان جهانیه که این تاریخ‌هایی که مال گذشته است یه جورایی این سازمان‌ها وجود دارن ولی دیگه عملاً چی میگن سالبه به انتقال موضوع هست، دیگه موضوعی وجود داره. داووس هم جزو ایناست. داووس به اجلاس داووس سالانه بود. نه اونو بهتون میگم. اون داووس نه، جزو یه نوع جیای دیگه. ما دو تا جی داریم. یکم سه تا، یکم گراویتی نشه. خب این حالا این جی‌ها که خیلی این هم پرانتزی که من اینجا باز کردم، این که ما میگیم جهان سوم، اینجا پرانتزی کنم، جهان سوم مثلا داستانش چیه؟ زمان قدیم جهان سوم شده، جهان اول بود، جهان دوم و جهان سوم. اولیا که کپیتالیست‌ها این داستانا بودن، این بریام جهان دوم بودن مثلا، ما میگفتیم جهان سوم. الان این لحظه سالهای سال از به قول معروف از مد افتاده. یه تقسیم بندی بود کشور شمال و جنوب که شمالی‌ها چون اکثرا اقتصاد پیشرفته دارن مثل اروپا و امریکا و کانادا و اینا و جنوبی‌ها معمولا فقیرن، لاتین و آفریقا اینا میگفتن کشور شمال و جنوب. اینکه برای بشنوید چی بهشون گفته میشه. ولی الان تقسیم بندی جدیده بعد از جنگ سرد، میگن اقتصاد توسعه یافته، اقتصاد مرجینگ در حال توسعه دارن تلفیق می‌ذارن میان توی حاشیه اون اقتصادهای بزرگ. یه اقتصادی در حال توسعه داریم مثل ایران و اقتصادی کمتر توسعه یافته که مثل کشورهای بدبخت گابون و کشورهای این الان ترمینولوژی که ما استفاده می‌کنیم برای همین توی اون گزارشی که ما دیدیم یه همچین چیزی بود. الان خیلی من دیدم که ما ایرانی‌ها مثلا چیزی جهان سوم رو خیلی استفاده می‌کنیم. در صورتی که الان تو ادبیات حقوق بین‌الملل و اقتصاد این داستانی جهان سوم وجود نداره. مال دوران جنگ سرد بود. خب حالا الان این روش‌های سازمان‌های بین‌المللی، معاهدات دو جانبه، معاهدات چند جانبه، معاهدات منطقه‌ای، اینا الان چه معماری داره
این معماری با معماری اقتصاد جهانی معماریه که در بخش‌های مختلفی ما یه سازمان‌های متولی داریم که تو بخش پولی و دیولپمنت برتن وودز که حالا بهتون میگم برتن وودز همون اجلاسی بود که 1943 در همین جنگل‌های بغل خودمون برگزار شد. ماحصلش IMF بود، ورلد بانک بود و قرار بود که ITO ایجاد شه، International Trade Organization، یعنی سازمان تجارت جهانی. اینجا ورلد ترید بود، این یه خورده با هم فرق که اون هیچ وقت تشکیل نشد. حالا بهتون میگم چه اتفاقی افتاد. بنابراین عرضه مالی IMF بود که توضیح میدم چی کار میکنه، ورلد بانک و MDB بانک توسعه چند جانبه. این تو بخش مالی و توسعه. تو بخش فایننس G20 و G8، حالا G8 بعدا توضیح میدم که این G ها کارشون چیه، حالا بگیم G20 و بانک اینترنشنال ستلمنت، یعنی همین دیگه اسمش 1930 بود که این اصلا اولین بانک بحث فایننس دنیا رو بحث به فایننس بین‌المللی رو تحریزی کرد و سامان بخشید. و سومیش FSB Financial Stability Board که سال 2009 بعد از این مشکل مالی فاینانشال کرایسیس بعد دنیا کشورها جمع شدن و سال 2009 یه همچین بوردی رو تشکیل دادن. تو همه اینا ایران هست به جز آخری، ایران توی نیست. G20 اینا که نیستش. توی بخش فایننس ما اینا رو داریم. تو بخش ترید ما گت رو داریم و WTO. گت تا 94 بود، بعد شد زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی و همچنان گت وجود داره، ولی اون موقع به صورت یک توافقنامه چند جانبه بود، هنوز سازمان نشده. و بخش اینوستمنت که یه حالت یتیمی داره، هیچ متولی نداره تو دنیا، هیچ کسی متولیش نیست. که اینایی که متولی نداره رو G20 بهتون میگم که G20 همینی که اجازه روی تابستون توی تورنتو بود کلی مشکل پیدا کرد، اون متولیش. خب برتن وودز سیستم چی بود؟ یه چیزی که پیدا شد این بود که تو دوران جنگ جهانی به خاطر مسائل جنگ امریکا یک قدرت اقتصادی خیلی عظیمی بود که نمیدونم 80 خورده چیزی من دیدم درصد از تولید دنیا رو انجام میداد و اینا به یه سیستم به اون بیل، به اون اسکناسشون رو طراحی کردن، فدرال رزروش اسکناسا چاپ کرد و داد بیرون و یه سیستم جدید اقتصادی رو به دنیا معرفی کرد. تا قبل از اون همه چی بر اساس طلا بود، معیار طلا بود و میرفتن مستعمره میکردن، طلاشون گرفتن، طلا میومد بازار یعنی بیس طلا بود که توی پولا هم که نگاه کنی پولای چیز نوشته بود که مثلا 1 پوند معادل انقدر اونس طلاست که معیار پول طلا بود که شما اینو میدی انقدر طلا میدی. ولی این دید عوض شد و خواستن که یه بیسی برای به جای طلا یک بیس دیگه برای پول بذارن و یک پول واحد یعنی مبدأ برای کل دنیا درست کنن و امریکا دلار خودش به خاطر این قدرت اقتصادی شدیدی داشت بقیه در جنگ بودن از این موقعیت استفاده کرد و این دلار خودش رو پیشنهاد کرد، یعنی زور کرد پیشنهاد کرد و چیز شد که تصمیم بر این شد که از این بعد دلار یعنی که دلایل اصلیش این بود که دلار امریکا بشه پایه و مبنای همه معاملات ارزی و بحث تجارت. بحث تجارت اقتصاد بین‌الملل بود که به خاطر وضعیت جنگ خیلی به هم ریخته بود، خیلی همه چی حالت رکود داشت و 730 تا نماینده از 44 تا کشور متفقین جمع شدن و تحت نظر سازمان ملل، یعنی
United Nation Monetary and Financial Conference یه کانفرانسی بود که اونجا به یه